وقتی مهمان میاد برام راحتیش خیلی برام مهمه. الان رامین تو اتاق خوابیده، تو پذیرایی خوابیده. سید رامین رامین میگم بارش کم نداری قرمه بلد بیارم. خیلی خستم. رامین جان اگه بارش یه موقع بارش کم نکنه زلزله یه موقعی او جیره برو سفید دی رامین جانه بعد من زیر پتوه فرنگی بزرگ شدم بچه گل باختی. جانه داداش تعارف نکنید ما نمیدونم دیگه چنه راحتم. شما ایبا که دورین تصادف بگم بیچه یه خلاصه تعارف نکنید ما برادر. واقعا نقدم به ما نمازی خیلی عرضه خواهم بگید همون هم ماساژ شد صندلی اما